سلام به شما همراهان گرامی. در قسمت قبلی ما توی این دوره آموزشی به شما یاد دادیم که چجوری افزونه‌ها و قالب خودتون رو خریداری بکنین و حالا توی این قسمت میخوام بهتون یاد بدم که چجوری این قالب رو روی وبسایتتون نصب کنید. اول از همه اگه یادتون باشه ما قالب رو اینجا خریداری کردیم و از سایت ژاکت خرید کردیم و از قسمت دانلود محصول میخوایم که چیکار کنیم. دموی آموزشی این دموی آموزشی رو میخوایم نصبش کنیم. از این دوتا من این رو بیشتر خوشم اومد، این رو دانلودش کردم برای اینکه تایم ویدیو اون کم بشه. اینو دانلودش کردم و فایلش رو اینجا قرار دادم و فایلش هم از حالت فشرده خارج کردم. داخل فایل همچین چیزایی رو می‌بینین. یکی این که خود قالب فایل فشرده خود قالبه و همراه installer.php. این فایل installer.php و این رو ما باید داخل هاستمون یا اگر لوکال هاست داریم یا اگر هاست خریداری کنیم باید داخل اون بریزیمش. و خب این عکس هم یه عکس PNG از قالبیه که ما خریداری کردیم. بریم که داشته باشه. بریم که نصبش کن. خب من داخل سایت نتافراز میرم، چون از نتافراز هاستم رو خریداری کردم و از روی سرویس خودم کلیک میکنم، سرویس هاستم، و وارد دایرکت ادمینش میشم. این صفحه دایرکت ادمینمونه که قبلا آموزشش رو داده بودیم که چجوری بیاین داخلش. برای کوتاه‌تر شدن ویدیو این رو حذفش کردم. خب ما باید اول از همه یک دیتابیس بسازیم، پایگاه داده بسازیم و بعد از اون بریم اون فایل هامون رو آپلود کنیم. یا فرقی نداره، هر کدومی که زودتر خواستین میتونین انجام بدین، هیچ فرقی وجود نداره. من داخل مدیر فایل میشم، میخوام اول اونها رو آپلود کنم. اینو بدونین که اول از همه شما هر چیزی رو که بخواین روی سایتتون نمایش داده بشه باید برین توی قسمت مدیر فایل و قسمت پابلیک HTML. توی قسمت پابلیک HTML هر چیزی رو که آپلود بکنید داخل سایتتون نمایش داده بشه. اگر سایت رو برای اولین بار خریدین و سایت صفر هستش، یعنی هیچ چیزی روش نصب نکردین، خب میتونین خیلی راحت اینا رو پاک کنید با خیلی راحت. یه سری لوگوها، یه سری فایل HTML هست. حالا من اینا رو توش آپلود کردم، چون فایل نصب رو توش آپلود کردم تا تایم ویدیو کمتر بشه، به خاطر همون اینا رو دست نمیزن. البته چرا یه سری چیزاش هم میتونیم حذف کنیم، مثلا یه سری فایل هاشون اضافیه، مثلا این فایل ها رو کامل میتونیم حذف کنیم با خیال راحت. و فایل نصبیمون رو که همین فایل است من اینجا آپلودش کردم، اون رو فقط نگهش میدارم. این فایلمو با این installer.php شو نگه میدارم. بقیه رو میتونم پاک کنم، چون قبلا من یه بار ران کردم روی سایت. الان اگر من سرچ بکنم اسم سایت رو میبینید که سایت بالا میاد و خیلی راحت میتونید ببینید این همچین سایتی رو ما در نهایت میخوایم بالا بیاریم. ولی الان من با این پاک کردن این فایل هاش کلا سایت میاد پایین. با پاک کردن این فایل، چون میخوام پاکش کنم و دوباره نصب کنم تا این ویدیو رو شما هم آموزشش رو ببینین و داشته باشین. خب از این قسمت کلیک راست میکنم، move to trash رو میزنم و کامل پاک میشه. اگر من سایت رو دوباره سرچ کنم هیچ چیز بالا نمیاد،
چرا؟ چون این همه این قضاوتم move to trash. پاک به صورت کامل پاک نشده، رفته توی قسمت سطح زباله هم بعد 2 روز پاک میشه. حالا فعلا ما کاری نداریم باشه. اینا رو هم میتونم پاک کنم، ولی یه سری HTML ها رو من نگه داشتم. اگر اینا رو بذارم رو صفحه اصلی سایت روی حالت دمویی که میخوام، روی حالت مثلا من همشه سایت در دست تعمیر است بالا میاد. خب پس ما میبایستی این دوتا فایل رو این دوتا رو آپلود کنیم. چجوری آپلود میکنم؟ توی قسمت پابلیک HTML قسمت آپلود فایل اینجا میکشونم این نظامشون اینجا، یا از طریق سلیکت فایل رو باز میکنم و اونا رو انتخاب میکنم و اوکن رو میزنم. وقتی اوکن رو بزنم اینجا شروع به آپلود کردن میکنه و فایل من نصب میشه. ولی خب من نمیخوام فایلمو نصب کنم فعلا. فایلمو آپلود میکنه، ببخشید نصبش که ادامهش میبینیم. خب فایل من آپلود شدن، از قبل آپلودشون کردم چون تایم ویدیومون کمتر بشه. این دوتا فایل رو من میخوام. خب میخوام از طریق نصب آسان داپلیکیتور نصبش کنم. کافیه که شما اسم سایتتون رو سرچ کنید و دقیقاً همین اسم رو بندازین اولش. همین رو بندازین اولش تا سایتتون اون صفحه باز بشه. الان من مثل لنگویج رو میزنم، یه اسلش میزنم، languages.com میزنم، یه اسلش میزنم، حالا installer.php رو مینویسم تا چی بشه؟ فایل نصبی بیاد بالا. خب الان اومد بالا. ما در اینجا صفحه نصبمونه. اول از همه شما از حالت بیسیک رو حالت ادوانس ببرینش، رو حالت پیشرفته ببرین، از حالت ساده در بیارین تا قدم به قدم کارها رو انجام بدین. خب میرم سراغ ناحیه کاربری. از اینجا گفتیم که ما باید یک دیتابیس بسازیم. به مدیریت اسکیل میذارم. من یه دیتابیس داشتم، یعنی ساختم، اول آورده بودم سایت بالا، ولی الان دوباره میخوام یه دیتابیس دیگه بسازم. ساختن دیتابیس جدید از اون بغل میزنم و حالا هر نامی که دلم میخواد رو براش میذارم. خب این رو گذاشتم. این نام دیتابیس همه. میخوام یوزرنیم هم نام کاربریم هم همون باشه. خب این رو دست نمیزنم و پسوردم رو اینجا وارد میکنم. پسورد دلخواه خودم رو میذارم. پسوردتون رو سعی کنید از حروف، اعداد و هر چیزی که کاراکتری که میتونین استفاده بکنین توش تا پسوردتون قوی بشه و به راحتی هک نتونن بکنن و وارد دیتابیستون شما بشن. چون دیتابیس شما یکی از جاهای مهمیه که اگر بهش هکرها دست یابن میتونن آسیب‌های جدی رو به وبسایتتون بزنن و اطلاعات شما رو به سرقت ببرن. خب من وارد کردم نام دیتابیس، نام کاربری و رمز او رو تکرار کردم. اینجا هم روی ایجاد کلیک میکنم. خب نام کاربری و رمز عبور من ساخته شد و اینجا هم نام کاربری و نام کاربری دیتابیس هم نام کاربری و رمز عبورم رو داره بهم نشون میده. این به معنای اینه که دیتابیس به درستی ایجاد شد. حالا من میام توی صفحه اپلیکیشنم، اونجا که مثل لنگویج زدم با این installer.php میام اونجا. گفتیم که توی این صفحه توی قدم اول، توی استپ اولش شما باید روی ادوانس بذارین که گذاشتم. میایم پایین روی دیتابیس. خب دیتابیس همون رو چی گذاشتیم؟ همونو بعد
کپی کنیم بندازیم اینجا. نام دیتابیسم اینو کپی میکنم و میندازم اینجا. خب و نام کاربریم رو کپی میکنم تو قسمت نام کاربری میذارم، یوزر میزنم و پسوردم رو هم همونجا میزنم و همین سادگی. و دیگه به چیز دیگه ای دست نمیزنم و فقط میام روی validate کلیک میکنم. منتظر وای میستم تا به استپ بعدی برم. روی استپ اول خب اینجا به ما نشون میده، میگه که شاید روی تیک I have read and accept all terms and notices کلیک بکنید، یعنی من تمامی قوانین رو خوندم و میپذیرم و next رو بزنید. Run installer with these settings: site setting, install type, new URL, new path. بله سرور لوکال هاست. خب میگه no existing table will be overwritten in the database. خب میگه که با این اطلاعات بخواید اینستالر رو بسته نصبی رو آغاز کار کنید. بعد روی اوکی کلیک میکنم، منتظر میشم تا فایل آرکایو شدم رو از حالت زیپ خودش خارج کنه و اون فایل زیپی که ما آپلود کردیم اون رو از حالت زیپ خودش خارج میکنه و شروع به نصبش میکنه. بعد وایسم تا به 100% برسم. خب فایل نصبی من رو خارج کرد. قسمت import and update رو میتونید ببینید توی این قسمت. توی این قسمت مربوط به کانفیگ و نصب اطلاعات دیتابیسه که من هیچ کدوم رو دست نمیزنم و میذارم همینجور که هست باشه، تیکاشون همه خورده و کانفیگ رو نصب کنه و روی next کلیک میکنم تا به مرحله بعدی برم. خب حالا که نصب شد کانفیگ ها و به 100% رسید، توی مرحله سوممون یعنی توی این مرحله ما باید به قسمت ادمین اکانت بریم، یعنی اکانت مدیر، ادمین اکانت بریم و حساب کاربری مدیر رو بسازیم. چیکار میکنیم؟ توی قسمت ادمین اکانت روی create new user میزنیم تا یوزر جدیدمون رو بسازیم. توی قسمت یوزرنیم بعد یوزرنیممون رو وارد کنیم، یوزرنیم مدیر رو. من میخوام یوزرنیمم رو این بذارم. خب یه پسورد میذارم. پسوردتون رو سعی کنید یه پسورد ایمیل بذارید و از انواع کاراکترها استفاده بکنید تا بتونید امنیت سایتتون رو بالا ببرید و هر کسی دسترسی به پسورد شما نداشته باشه، نتونه راحت به اکانت مدیریت ورود کنه. خب قسمت ایمیل، یک ایمیل رو باید وارد کنیم تا و توی اون ایمیل به شما وردپرس ایمیل میده و به شما اطلاعات رو ارسال میکنه. ایمیلم رو که میخوام وارد کنم، ایمیلی که میخوام اینجا وارد میکنم. توی این قسمت ایمیلم رو وارد میکنم. خب این ایمیلی بود که من میخواستم وارد کنم.
که وارد کردم. نیک نیم میشه اون نام مستعار و آپشناله و اختیاریه. اگر بخواین میتونید نیک نیم بزنید، وقتی وارد شدید می‌نویسه مثلا اسمتون رو می‌نویسه. من مثلا می‌نویسم مدیر عامل مثلا مستر لنگویجز یا مثلا آقای زبان، یا میتونم مثلا بنویسم علی رضا، اسم خودم می‌نویسم. اینجا هم میتونم فرست نیم لاست نیم رو بنویسم که می‌نویسیم، اونم آپشناله ولی می‌نویسم. ادمین پسورد ریست، میخوای ادمین پسورد رو ریست کنین، اینجا من پیشنهاد میکنم یه ریست یوزر پسورد بزنین، یه پسورد رو بزنین تا، چون قبلا این قالب رو یه نفر ساخته، قطعا کسی به عنوان مدیر این رو درستش کرده و خیلی راحت با همون پسورد میتونه دسترسی داشته باشه و سایت شما رو به سرعت ببره. بس پیشنهاد میکنم همینجا یه پسورد جدید بذارید، ریست یوزر پسورد، و دیگه باید شما و همچنین بعد از اینکه وارد صفحه وردپرستون شدین، پیشخوانتون شدین، به محض اینکه وارد از قسمت کاربران مدیریت رو، مدیرای قبلی رو حذف کنید و فقط تنها مدیر شما باشید. خب من وارد میکنم. پسوردم اینجا وارد کردم، پسوردی که میخوام پسورد ادمینم نام کاربری ناقاتمه، چون از ناقاتم خریداری کردم، بس یک ادمینی به نام ناقاتم هست. پسوردش هم ریست میکنم که دیگر اونا دسترسی نتونن داشته باشن به سایت. خب این قسمت ها رو که وارد کردم، اکانت ادمین اکانت رو، اطلاعاتی که میخواد رو وارد کردم، بعد از این میام روی نکست کلیک میکنم. حالا گفتم شما احتیاجی نیست این قسمت و این قسمت رو پر کنید، فقط این سه تا رو باید پر کنید که بسیار ضروریه و این قسمت هم برای که امنیت سایتتون بره بالاتر. روی نکست کلیک میکنم و منتظر میشم تا بسته من نصب بشه. خب وقتی شما این صفحه رو ببینین، یعنی به طور کامل، یعنی با موفقیت بسته نصبی ما نصب شده و یه دکمه ادمین لاگین داریم که با این رو کلیک کردن روی این ما میریم توی اون صفحه مدیریت و با اون پسورد و رمزی که یوزرنیم و پسوردی که گذاشتیم بعد با عنوان کاربر مدیر لاگین کنیم. خب خیلی راحت با اینجا میتونیم لاگین، ولی قبلش حتما تیک auto delete installer files after logging to secure site رو حتما بزنید، چون وقتی که شما به عنوان مدیر برای اولین بار لاگین کردین، این بسته installer.php رو که توی این قسمت دیدیم installer.php رو پاک میکنه و دیگه خب کاربرای دیگه، هر کسی که دلش خواست نمیتونه بیاد که خیلی راحت یوزرنیم سایتتون رو بنویسه و installer.php رو بزنه installer.php و خیلی راحت دوباره سایتتون رو صفر کنه، پاک کنه و از اول یه سایت جدید نصب کنه و خودش ادمین بشه و کلا سایت شما نابود میشه اونجوری. پس حتما تیکشو میزنین و بعدن هم دوباره میایم اینجا چک میکنیم که واقعا پاک شده باشه و باقی
نمونده باشه. خب من ادمین لاگین رو میزنم و وارد سایت میشم. منتظر وای میستم تا قالب بیاد بالا. خب قالب سایت هم رو میبینی که اومده. یوزرنیم پسوردم رو وارد میکنم. خب پسوردم رو وارد میکنم. و خب من رو به خاطر بسپار رو هم میزنم و دکمه ورود رو میزنم. ما الان باید به عنوان مدیر وارد سایت بشیم. خب درستی سنجی ایمیل مدیریت. پس ما رو به عنوان مدیر تشخیص داد. لطفا اگر هنوز ایمیل مدیریت برای این وبسایت درست است تایید نمایید. چرا ایمیل کنونی مدیریت؟ خب این به عنوان مدیریت درست نیست. این ایمیل مدیر نیست. با آدرس ایمیل شخصی شما مداره. رسانی رو میزنم و ایمیل رو تغییرش میدم. و اینجا میبینید که ما وارد صفحه مدیریتمون شدیم. ایمیل خودم رو برمیدارم و اینجا میزنم. بله ایمیلم وارد کردم. خب و خیلی راحت از اینجا میتونم برسانیش کنم از توی تنظیمات. خب قبل از اینکه برسانی کنم یه نوتیفیکیشن برام سلام، آیا اولین باری است که از لرن داش استفاده میکنید؟ نصب لرن داش بروید. خب ما به نصبش هم باید بریم دیگه قاعدتا و نصبش کنیم. و اون قالبی رو که خریدیم باید فعالش کنیم. خب قبل از اون من عنوان سایت هم رو هم میخوام تغییر بدم. عنوان سایت هم میکنم آموزش زبان انگلیسی، آموزش زبان با آقای صبا. خب معرفی کوتاه. میخوام تو چند واژه معرفی کنم سایت همو. وقتی شما معرفی کنی، وقتی که تو گوگل سرچش میکنن اسم سایتتون رو و میاد بالا، اونجا خیلی راحت زیرش یه سری توضیحات می‌نویسه. اون توضیحات رو نشون مشتریان میده. هر کسی که میاد و بازدید کنه سایتتون رو نشون میده. آموزش ساده و آسان زبان با دوره‌های رایگان و اختصاصی آقای زبان. خب من این رو انتخاب کردم. نشانی سایت هم اینه. نشانی وردپرسیم اینه و نقش پیشفرض کاربر تازه مشترکه. این بر حتما رو مشترک باشه، چون هر کسی به عنوان کاربر ثبت نام میکنه به عنوان مشترک ثبت نام کنه. عضویت خب هر کسی میتونه نام نویسی کنه. زمان محلیمون زده 14 و یک تا که غلطه، ما باید بیاریمش روی تهران.
چرا که زمان سایتمون درست بشه. نیوتی و بر روی 3 و 30 بذاریم. 3 و 30 زمان تهران. روز آغازین هفته شنبه است. ساختار زمان 2 و 11 دقیقه بعد از ظهر. میذارم روی این حالت و زمانم هم میذارم روی day, months and year. به این شکل نمایش بده. خب من تغییرات لازم رو دادم. حتی اگر این تهران رو پیدا میکنیم خیلی بهتر بود. بله تهران رو پیدا کردم، روی تهران میذارم و روی ذخیره تغییرات میذارم. همونطور که میبینید اسمم رو این بالا نمایش میده و به عنوان مدیر وارد سایت شدم. وقتی شما به عنوان مدیر وارد سایت بشین این قسمت براتون نمایش داده میشه، قسمت پیشخوان وردپرس. و وقتی بازدید سایت رو که بزنیم شما به عنوان مدیر وارد سایت شده این و این قسمت رو بالا، این نوار رو بالاش داریم و میتونید خیلی راحت اینا رو تغییر بدید. خب حالا ما اینا رو انجام دادیم چون اولین باره که داریم به لرن داش استفاده میکنیم و به نصب لرن داش میریم و قالبی که خریداری کردیم رو فعال کنیم. یه سری چیزا رو نوشته و اینجا میتونیم ببینیم. قسمت نصب که همینجا هست. اینجا میخوایم قالب هامون رو ببینیم، این چه قالب هایی رو میتونیم استفاده کنیم. یک الگو رو گفته انتخاب کنید، هر الگویی رو انتخاب کنیم روش پیاده سازی میکنیم. بعد نیست الگوهاش رو ببینید چه چیزهایی رو اینجا داره. هر کدوم بخواید روش میتونید روی پیشنمایش کلیک کنید یا انتخاب رو پیشنمایش به شما پیشنمایشش رو نشون میده و انتخاب که براتون انتخابش میده. چون من میخواستم هم سایتی که طراحی میکنم توش فروشگاه داشته باشم، قسمت فروشگاه داشته باشم، بتونن محصولات سایتم رو خریداری کنن و هم قسمت آموزش داشته باشم، یعنی دوره ها رو به فروش برسونم. سایتم رو لردش LMS اینجوری خریداری کردم که یک قسمت فروشگاه داشته باشم و یک قسمت وبلاگ و یک قسمت دوره. وگرنه در غیر این صورت میتونستم خیلی راحت یکی از اینا رو انتخاب کنم و قطعا انتخاب کنم تا خیلی جذابتر و زیباتره. ما این حالا میتونید فونت ها و رنگاش رو هم انتخاب کنید ولی فعلا قصد انتخابش رو ندارم. پولهایتان رو روی میز نگذارید. این بخش تماما مربوط به تنظیم درگاه پرداخت برای لرنر. در اینجا می توانید یک درگاه پرداخت رو به لرنرش متصل کنید تا بدون استفاده از افزارهای فروشگاهی زمانی که کاربران دوره ها را خریداری میکنن مستقیما پول به حساب شما واریز شود. خب این استرایپ توی ایران جواب نیست. شما باید برین درگاه پرداخت خریداری کنید که در آینده
تو ویدیوهای آینده بهتون آموزشش رو میدم که میتونید هم از بانک بگیرین، حضوری برین و فرم پر کنین بگیرین و هم میتونین از درگاه‌های پرداختی مثل زرینپال بگیرین و این امکانات رو به ما میده. دوره‌ها، درس‌ها، موضوع‌ها، آزمون‌ها، سوالات، گواهینامه‌ها، گروه، امتحانات چالشی، کدهای تخفیف میتونیم از این قسمت ایجاد کنیم. خب این سیستم لرنلشن که دیدیم ما قالب بادیباس رو خریداری کرده بودیم و روی بادیباس کلیک میکنم تا امکاناتی که اینجا هست رو بهتون بگم. قسمت بادیباس این افزونه ها رو فعال کرده و هر کدوم بخوایم میتونید غیر فعال کنید، ولی خب غیر فعال کردنشون واسه از دسترس خارج شدن سایتتون میشه و میتونید خب ابزارها، تنظیمات قالب، تصاویر، همه چیز رو ببینید از این قسمت. با خیال راحت بشین و طراحیشو کنید. خب توی این قسمت هم میتونید این امکانات رو داشته باشین و تغییرش بدین. صفحه 404 اینو وقتی سایتتون رو میخواین پایین بیارین هم از اینجا میتونین فعالش کنین و لوگوتون رو میتونین از اینجا وارد کنین. این رو میتونین حذف کنین و لوگوی جدیدتون رو وارد کنین و کلی امکانات دیگه. چون فارسی هسته شما میتونید ازش استفاده کنید. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه و بتونین استفاده لازم و کافی رو از این آموزش ببرید. تا دیداری دیگر، بدرود.